کسی که تونسته فرانسیس انگانو رو هم در جا ناکاوت کنه. فرانسیس انگانو هم اومد با تایسون فیوری مبارزه کرد، مبارزهشون نزدیک بود، خیلی فکر کردن با آنتونی جاشوا هم اتفاق میفته، جاشوا اومد ناکاوتش کرد. اصلا این که بخواد رحم داشته باشه نداره. المپیک لندن هم قهرمان شد 2012 در سوپر هیوی ویت. این مبارزه یه قانونی گذاشتن براش، گفتن آقای آنتونی جاشوا نمیتونه بالای 111 کیلو باشه. خود آنتونی جاشوا هم گفته من میخوام 111 کیلو بشم دقیق تو وزن‌کشی. حالا بعد وزن‌کشی میخورم میره بالای حدود 115 کیلو اومد. و جیک پاول هم بعید بدونم بتونه بالای 103 یا 105 بیا. 105 اینا فکر میکنم دیگه حد اکثر بتونه وایسه. تو مبارزش با تایسون هم اینجوری بود، اون داره وزنشو اضافه میکنه، این داره وزنشو کم میکنه. در این حال این موضوع رو در نظر بگیر که یه سری صحبت‌ها شده اینکه جیک پاول آسیب دیده تو اسپارینگی که داشته میکرده با سنگین وزن